ما دوست می‌داریم این دنیا را. ما دوست می‌دارم این دنیا را. شما دوست می‌دارین این دنیا را. ما هم دوست می‌داریم این دنیا را. این دوستداری در دل ما ای خردسالی منجا شدگیه. ما خانه‌های ای را دوست می‌داریم. ما ماشین‌های ای را دوست می‌داریم. ما پول و مال ای را دوست می‌داریم. ما زن‌های این دنیا را دوست می‌داریم. ما شهرت دوست می‌داریم. ما قول دوست می‌داریم. وقتی که دنیا پیش ما میآید، ما شرفمندم و خوشبختم. وقتی که دنیا ای ما گرفته می‌شود، ما زیقم و بدبخت خود ما حس می‌کنم. ما این دنیا را دوست می‌داریم. نه که در جواب این دنیا ما را دوست نمی‌داره. شما میتونید هر چیزی که داشته باشین بتینشه و میگیره، لیکن در جواب یگان چی به شما نمیتیه. الله آفرنده همه دنیای او کسی هست که حقیقت این دنیا را میدونه. الله میگه و زندگی زمینی تنها لذت فریبنده است. ما فکر میکنیم که همه بازیچه‌ها ما در خوشبختی میارن، لیکن این خیلی نیسته. خوشبختی وای نیسته که چند قدر تو داری، بلکه اینه که به چند قدر تو زندگی کرده میتونی. ما فکر میکنیم که به این مقام رسیدن و همه این بازیچه‌ها را ایخد کردن ما را در حیات قانع میکنه. پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم ما دا گفتن که در جستجوی دنیا گرسنگی انسان یگان چیز قناعتمند نمیکنه. غیر چی؟ غیر زمین. اشاره کننده وای که ما درون قبر میریم. پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم ما دا گفته بوده که اگر انسان، اگر فرزند آدم دارنده یک قسم طلا میشد، تخمین کنین چی میشد؟ وای آرزو میکرده که یک قسم دیگه داشته باشه. میدونن مرگ یک روز ای حیات پرسی چی با که همه تر دوست میدارن، لیکن ما را همچنان بد میبینن. حیات گفت برای که تو مرگی، تو حقیقت تلخی، در حالی که ما دروغ شیرینم. این حقیقت این دنیای. شما قناعتمندی حقیقی را در این دنیا یافتن نمیتونین. الله آفرنده این دنیای، آفرنده خوشبختی حقیقی ای. الله ما دا گفت یگانه جایی که، یگانه مکانی که شما خوشبختی حقیقی را یافته میتونین کجای او گفت آنهایی که ایمان آوردند و دلهایشان با یاد خدا آرامش مییابد. آگاه باشید که دلها با یاد خدا آرامش مییابند. و او در قرآن مقابل به ایره به ما گفت الله سبحانه و تعالی میگوید هر کسی که ای عبادت ما دور شد، ای دین ما دور شد، ای ره ما دور شد، هر کسی که ای چیزا دور میشود، الله برای ای خلی انسانا وعده داد که زندگی تلخشان میتیه. و هر کس که از یاد من روی گرداند، زندگی اش تنگ شود و در روز قیامت نابینا زنده اش سازیم. اگر الله در حیات شما نباشه، شما هیچ وقت خوشبخت بوده نمیتونین. گرچنده که پول و مال زیاد داشته باشین، برابری در اوجا وجود نداره. شما میخواین که در حقیقت خوشبخت باشین، پس به سوی الله دویده کنام بیاین. انا در کجای خوشبختی، لیکن در این دنیا نیسته. کوشش های خودتان ای دست نتین و وقتان بهوده صرف نکنین. در جستجوی خیالات نشوین، در جستجوی او چیزی نشوین که الله وعده داد که ویرانش میکنه. شما میخواین که در حقیقت خوشبخت باشین، دوام بیاین به سوی الله. اللهی که پروردگار تمام عالمینه. الله شما در خوشبختی هم در این دنیا و هم در آخرتان میتیه. آخرته که صاحب خانه خودتان ابدی میمونین. خلاص خانه‌تان ای شما یگان کس گرفتن نمیتونه. جنت انا چیزی که ما در جستجوشیم.